سلام بچه‌ها، به کانال خودتون خوش اومدید. من شادبام هستم و امروز اومدم براتون یه داستانی تعریف کنم. داستان دستگیری زیرو 21 کید. میخوام حقایقی رو براتون فاش کنم و واقعیت این داستان رو براتون تعریف کنم. میدونم کسی برای شما تعریف نمیکنه و همه دروغ میگن و پی گرفتن ویو و فالوور هستن، ولی شادبام اینجا تو حقایق رو براتون رو کنم. ولی این داستان از اینجا شروع میشه که من یه روز عیال من خانه بیرون کرده بود و چون ما نهار کباب داشتیم من خیلی ناراحت بودم و داشتم بی‌وفایی میخوندم و عدل و بامشاد نامرد من راه نمیدادن خونهشون. برای همین من رفتم پیش دوست خوبم زیرو 21 کید. زیرو 21 کید رپر خوب و دوست خوب منه. برای همین من رفتم پیشش و گفتم سلام زیرو 21 کید، من عیال من خونه بیرون کرده، گشنمه، چی کار کنیم؟ زیرو 21 کید هم گفت بذار یکم فکر کنم. یه چند دقیقه فکر کرد، گفت الان زنگ میزنم به دوست خوبم علیرضا جی تا بریم برگری اون. ولی اون زنگ زد علیرضا جی و اون با کمال تأسف گفت که رستورانش پلم شده. ما بیشتر ناراحت شدیم و من زدم زیر آواز بی وفایی و همینجوری زیرو 21 کید گفت اشکالی نداره، یه کاری دیگه میکنیم. گفتم چی؟ گفت که میریم پیش رستوران گلدون رمزی، اما ما به یه رمز نیاز داریم. من گفتم ما که رمزشو بلد نیستیم. زیرو 21 کید یه پیشنهاد داد، گفت که الان درستش میکنم. گفتم چی؟ گفت میریم پیش مدگل. گفتم اما اگه به اون نگفت چی؟ گفت یه راه حل بهتر دارم، پس اسلحه ها رو بردار. منم اسلحه ها رو برداشتم و ما رو افتادیم و رفتیم پیش مدگل. ولی ما رسیدیم پیش مدگل. این پاورپوینتی که من براتون اختصاص دادم کاملا حرفه‌ای تنظیم شده. گفتیم سلام مدگل، میشه به ما رمز رستوران گلدون رمزی رو بگی؟ مدگل گفت نمیگم. گفتم بگو دیگه، اذیت نکن دیگه، خیلی گشنمه. گفت نه. گفتم با همین شکم میزنم که زیرو 21 کید به مدگل گفت ببین من اعتقاد دارم که زمین صافه. و یهو مدگل روی کردش عوض شد و گفت خب باشه من رمز بهتون میگم. زمین و مدگل رمز به همون گفت و ما خوشحال شدیم و رفتیم به سمت رستوران. همینجور که داشتیم آواز ماهیگیرم رو میخوندیم یهو زیرو 21 کید گفت خب ما که اسلحه با خودمون آوردیم، چرا ازشون استفاده نکنیم؟ گفتم یعنی چی؟ دیگه مدگل که رمز رو به همون گفت، برای چی؟ گفت که نه الان توی رپ آمریکا کندریک لامار رو درک دعواشون شده، بهتره که ما هم ورود کنیم. گفتم آخه اونا به ما چه؟ گفت نه بیا بریم. ما هم رفتیم تو صحنه رپ آمریکا و بله ما رسیدیم بهشون، به یه آقایی که ما رو راه بده توی صحنه، به همون آقایی که سمت چپ دارید میبینید. گفتیم سلام آقا، میشه ما رو راه بگید؟ آقای گفت یه انگلیسی حرف میزم. من به زیرو 21 گفتم بیا بریم، ما که بلد نیستیم. گفت که نه بابا کارت نداری، هرچی ازت پرسید بگو یه همینجوری حرف بزن تو بریم دیگه. گفتم خب باشه تو علدی حالا حرف بزن باش دیگه. یه ذره حرف زدن. آقای از زیرو 21 کید یه احوال پرسی کرد، گفت چرا اومدین؟ و زیرو 21 کید جوابش رو داد، گفت که اومدیم اینجا توی رپ، ما رپریم خیلی خوبیم و اینا. بعد از من پرسیده بود که آیا میخوایی با کسی بجنگید؟ منم نمیدونستم. گفتم یه ولی ما نمیدونستیم که اونجا یه به معنی یعنی یه اسم کانیه وست، اسم اصلی کانیه وسته. برای همین یهو آقای عصبانی شد و افتاد دنبالمون، ولی ما فرار کردیم و صحنه خالی شد. ما همچنین از دست اینا هم فرار کردیم. کانیه وسته، من نمیدونستم یعنی کانیه وست ها. و در نهایت ما فرار کردیم و رسیدیم به رستوران گلدون رمزی و اونجا غذاهای چرب و خوشمزه خوردیم و رفتیم با زیرو 21 کید شهر بازی. اصل داستان اینجاه. ما یه روز کامل و پیش زیرو 21 کید بودیم و پرشیکت که زیرو 21 کید صداش میکنه پرشیرت، اون فشاری شد چون من خیلی داشتم ابراز علاقه میکردم به زیرو 21 کید و اون داشت حسادت میکرد. این عشقی که بین من و
زیرتون وانکید بود داشت که اونو حرسی میکرد و اون سعی با سنگ میزد تو کلمون حمله میکرد فریاد میکشید میگه ولی میدونیم من و زیرتون وانکید دوستای خوبی برای هم هستیم برای همین ما خیلی همه بغل بله ما خیلی دوستای خوبی با هم هستیم و من اونا به اردل و بامشاد خائن که من توی خونهشون راه ندادن چون که قرمه سبزی داشتن ترجیح میدم. اون رپر خوبیه و اجرای بین المللی جدیدی داره که هر کی گوش نده واقعا آدم نامرد و خائنیه و میدونی ما خیلی خوش گذروندیم و این پیشکت بود که داشت حسادت میکرد فشاری شده بود و ما کل روز خوش گذروندیم و وقتی برگشتیم خونه یه بار دیگه داشتیم فیلم نگاه میکردیم فیفا بازی میکردیم که دیدیم صدای در میاد. این پیشکت نامرد بود که زنگ زده بود به پلیس که بیان ما رو دستگیر کنن. اون هر چی که تونسته بود گفته بود و پلیس اومد ما رو دستگیر کرد و ما رفتیم زندان و یه چند دقیقه بعدش اومدیم بیرون چون ددی جان خبردار شده بود و اومد جلومون وثیقه گذاشت و ما اومدیم بیرون. ما خیلی خوشحالیم که الان بیرونیم. خب بچه این حقیقت دستگیری من و زیرتون وانکید بود. میدونم کسی این چیزها رو برای شما تعریف نمی کنی. به هر حال من شادبامم. اینجا کانال منه. اگه اکتشافات من از ترک زدبادی رو ندیدید برید ببینید توی کانال این دومین ویدیوی منه. هر چرب و چیل راستی امروزم نهار ماکارونی داریم با چهدیک. خب دیگه خداحافظ.